سلام دوستان، اینک نمایش ما رو اویدی اکسل ادامه میدیم. لایک گذارید، انا به شما 5 ثانیه. و ما آغاز کردیم. امروز اندک صحبت میکنیم اویدی اون معلومات هایی که با اکسل در آورده میشوند و با اون گوی معلومات یا خود اینفرماسیون اکسل کار میکنند. یعنی ما میتونیم با اکسل اساساً کار کنیم با سه نمودی معلومات: این متن، رقم و فرمولا و فونکسیون. بیاید از آغاز میکنیم تکست. و برای اون که پروگرام اکسل عمل های گوییم متماتیکی رو اجرا کرده باشد، برنامه باید داند که چی متن است، تکست است و چی رقم است. یعنی جمع متن ها یا خود حرف های متن می شود، کلمه جمله می شود و جمع یک رقم یک چند رقم ها می شود رقم دیگر. برای مثال اگر ما در اکسل یک نمود متن گرفتیم، چون دیدید متن در طرف چپ راست می شود. اگر ما یک نمود رقم در آوردیم، رقم مثال رقم به طرف راست می گذارد. یعنی هم اکسل با این راه می تواند متن را از رقم جدا کند، هم شما می توانید بینید که کجا متن دارید کجا رقم. البته هر یکی این را شما می توانید دستی فرمتی رو کرده باشید، لیکن در اساس شما باید فرق کنید که چی رقم است و چی متن است. خب اویدی متن همش فهمو متن رو نویسید اما طرف راست باشد. اکنون اویدی رقم باشد، یک چند مسئله هست. برای مثال رقم باید از 1 تا گوییم 15 رقم یعنی عدد شده میتواند. برای مثال 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. چون انتر کردیم این رقم برآمد. اگر ما خواهیم که یچیکه ها یا ستونچه ها را قوس باری کرده باشیم، میتونیم از اینجا قوس یا باری کرده باشیم. یعنی بین این ستونچه ها استریلکه رو مشکل رو میارید، کناپی چپ را پخش کرده میتونید خود رو کلام کنید. خب انا این رقم ها و اکسل چون دیدید در قسمی استرکه فرمو رقم اصلی نشان داده شده است. در این چه که باشد رقم در نمود اکسپوننتی آورده می شود. چون برای حساب کتابی چون رقم های کلان گوییم مقتدیری یا خودماشناسی کلان لازم و برنامه باید آنها را در اصل در اول در نمود کتاب بعد وسیع نشان داده باشد. خب این چنین به رقم ها می درآورد به غیر گوییم رقمی عادی به رقم داخل می شود. مثال سنه، برای آنکه ما سنه انتخاب کنیم می نویسیم مثال 12 نقطه، اهمیت دهید نقطه. برای مثال 02 چون انتر پخش میکنیم برنامه آن را 12 فوریه میگوید. اکنون اگر کامپیوتر شما ویندوز شما استاندارد گوییم رسی یا SNG باشد نقطه، اگر استاندارد شما اروپایی یا آمریکایی باشد اون وقت علاقه می شود یا ویرگول یا اینکه این گوییم تقسیم. اکنون برای چی ما اینجا با نقطه تقسیم میکنیم؟ برای آن که ما اگر 12 نویسیم ویرگول 02 نویسیم علاقه این می شود رقم، یعنی 12 و 102. اگر ما ماه و سال و سنه گفتنی خواهیم میمانیم نقطه. البته فرقیت ها هنگامی کار با شما باز نزدیکتر گوییم شناس شده میتوانید. برای از کجا باز نزدیکتر شناس شده میتوانید؟ خب چون فرقیت رو دیدیم ما باید دانیم که اکنون با رقم شلچاک میکنیم و به پونکتی چیسلا می نگریم. اینجا هست گوییم فرمت یچیک، یعنی هر همین یچیکه های ما میتواند معلومات رو وابسته به این فرمت گرفته باشد. یعنی
числовой, денежный, финансовый, sana, sanayi bisyor, sanayi xurd. Misol اینجا میبینیم اگر اندک وسیع کنیم اینجا هست نمودی سنه کوتاه کرده شده و سنه کلان کرده شده. خب اگر ما این گوییم پنجره ها رو دیدید، این معنیش اینه که رقم شما یا معلومات شما با این چک جای نمیگیرد. برای همین میتونید اندک چک را وسیع کنید و معلومات پور را ببینید. یعنی اگر ما سنه کلان خواهیم این نمود اگر کوتاه میتونیم با این رو عوض کنیم. یعنی اینشون با میتونیم کناپی راست رو پخش کنیم داریم به فرمت چک و انا اینجا نیز میتونیم این چک ها رو دیگر کرده باشیم. بعضا میشود که شما یگان نمود به معلومات میدارید و خواه نخواه میتونید به این چیز دچار شوید. میتونید یعنی به جای رقم اگر در این چک پیش سنه بود شما اگر با اون علاقه رقم در آوردید، مثال رقم در آورده نمیشود فقط سنه میشود، چون که برنامه علاقه فکر میکند که اینجا سنه است. برای این چیز را اصلاح کردن انتخاب میکنیم باز، یعنی از پونکت چیسلو میداریم به فرمت و انتخاب میکنیم چیسلوی و باز میگردیم به سنه خودمون. خب متن را گفتیم، سنه را گفتیم، میماند به ما فرمولا. برای مثال برای فهمیدن فرمولا چیست بیاید یک چند رقم میداریم. مثال خب ما نوشتیم 100 200 300 و اگر ما فرمولا خواهیم انتخاب میکنیم برابر. چون برابر انتخاب کردید اینجا پیدا میشود نه گویم کوردینات بلکه سوم، یعنی برنامه تیار میشود که فرمولا تیار میشود که عمل های شما رو اجرا کند. انتخاب کردیم برابر و طریق مشکل میریم به یکی از رقم ها. مثال با ما جواب هر سه این رقم لازم باشد، اولین رو انتخاب میکنیم چون دیدید اینجا ویدیلینی شد، یعنی همین چک جدا کرده شد. بعدی برابر ما برآمد کوردیناتی آن اینچنین در استرکه فرمول. اکنون اگر ما خواهیم که جمع کنیم از کلاویاتور انتخاب میکنیم جمع، دومی چک رو گرفتیم جمع، سومی چک رو گرفتیم چون دیدید هر یک رنگی کوردینات ها با رنگی چک ها موافق است. بعد آن که این عمل رو گرفتیم ما انتر پخش میکنیم و انا اینجا برآمد جوابی انا این رقم های ما دیده ایستادیم در 3 5 رقم 300، یعنی به ما این رقم لازم بود. در اصل اینی چک اگر ما به استرکه فرمول نگریم فرمولا جای داده شده است. یعنی برای ما میبینیم که اینجا جواب فرمولا از کجا میتونیم از اینجا ببینیم. اکنون اگر ما خواهیم که فرمولا دیگر کنیم با این دوباره پخش میکنیم یا خود دوای ناشلچاک و فرمولا ما میبرد. اینچنین با متن اگر شما متن نوشته انتر کرده برآمده باشد یا اینکه متن نوشته میتونید به جای خالی پخش کنید، متن شما ثبت میگردد. برای آنکه متن را از دیگر اصلاح کنید شما باید به چک آمده دوای نوع شلچاک کنید، بعد میتونید ادامه دهید متن را، یا اینکه بعد اون که گذاشتید باید به استرکه فرمول آمده قسمی لازمه را یا نالازمه را میتونید کور کرده باشید. برای اینکه تا آن دمی که این کورسور بازی کرده شده است متن شما حالا ثبت نشده است یا رقمتون هم اینچنین. بعد اون که انتر پخش کردید ثبت شد و دیگر شما آن را عوض کرده نمیتونید. برای اینکه عوض کنید شما باید دوای ناشلچاک کنید یا به اینجا دارید. اگر شما خواهید متن را ادامه دهید فکر میکنید که به اینجا ادامه دهید مینویسید کلمه نو را و چون دیدید متن کونتون کور میشود. برای این کار را اتمین کردن پخش میکنیم از اسکیپ، یعنی برای متن را عوض کردن یا حتی رقم را مثال به جای 100 اگر ما دیگر رقم نوشتنی باشیم از بالایش مینویسیم به مثال 200 فرمولا اون را حل کرد. اکنون اگر ما خواهیم 250 نویسیم باید دوای ناشلچاک کنیم 1 2 و به جای این 0 ما 5 میتونستیم در بالای آن یک بار 250 نویسیم. یعنی متن را اندک مشکل تر رقم را آسان تر عوض کردن. اگر ما خواهیم که این چک ما گوییم رمک یا خط داشته باشد باید حتما پونکت شریفت آمده انتخاب کنیم
границы ва все границы ҳатман бояд монем, чун дар намуди он чизе ки мо мебинем ин катакҳо дар асл дар гирдашон ин рамкаро надоранд. Рамка фақат баъди оне ки шумо интихоб кардеду все границы гуфтед баъд пайдо мешавад. Яъне ин рамкаҳо айни ҳол ба мо дода шуданд ки мо онҳоро аралаш ҷобаҷо накунем. барои он ки фаҳмем ки мо дар куҷо қарор дорем, дар кадом ячейка, яъне ҳамин рақам 450 ва он дар ячейкаи C5, яъне C яъне 5 қарор дорад. инак ин буд боз як намоиш аз Excel. пайгири мо бошед барои кор.